به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، بهمن ماه 1402 هستش با پادکست صدای سکوت و خلاصه ای از کتاب‌های متنوع و متفاوت در خدمت شما هستم. ما قرار این کانال کتابخوان رو با همدیگه بسازیمش و با همدیگه رشدش بدیم. لطفاً زنگوله هاتون رو روشن کنید و منو سابسکرایب کنید و با من همراه بشید که در میان کتاب ها با هم سفر کنیم. امروز میخوام براتون کتابی از زمینه عرفان و شعر در زمینه دلنوشته های عاشقانه، کتاب مثل خون در رگ‌های من، نامه های احمد شاملو به آیدا رو براتون بخونم. امیدوارم که خیلی خیلی خوشتون بیاد و دوستش داشته باشیم. ما هممون نیاز داریم که یک شاملو داشته باشیم و یک آیدا برای زندگی عاشقانه، برای امید، برای انگیزه زندگی پر از رویا. امیدوارم که هممون یک شاملو و یک آیدا در زندگیمون آفرینش پیدا بکنه که برای ما بیافرینه، برای ما بنویسه و برای ما بنوازه. لحظه های عاشقانه رو. بی عشق زندگی سخته و بی عشق زندگی هرگز فایده ای نداره. با هم دیگه این کتاب رو با هم شروع میکنیم. امیدوارم که خیلی خیلی خوشتون بیاد. اول چند خطی رو که از دلنوشته های آقای شاملو به آیدا هستش در پشت جلد کتاب برای شما میخونم. افسوس، چشمهای تو که مثل خون در رگ‌های من دوید، یک بار دیگر مرا به زندگی بازگردان. تصور میکردم خواهم توانست به این رشته پرتوان عشقی که به طرف من افکنده شده است چنگ بیاندازم و یک بار دیگر شانس خودم را برای زندگی و سعادت آزمایش کنم. چه می‌دانستم که برای من هیچگاه زندگی مفهوم درست خود را پیدا نخواهد کرد. چه می‌دانستم که در بدری و بی سر و سامانی سرنوشت ازلی و ابدی من است. چه می‌دانستم که تلاش من برای نجات از این وضع تلاش احمقانه‌ای بیش نیست. و میریم که با هم کتاب رو شروع کنیم. اول به سراغ صحبت‌های ناشر میریم که ما رو با روند کلی کتاب آشنا کنه. سخن ناشر: باید زمان زیادی می‌گذشت تا خانم آیدا می‌پذیرفت این نامه‌ها را علاقه‌مندان احمد شاملو نیز بخوانند و شاید اگر نبود درخواست چندین باره من و یاری مؤثر سلماز سپهری، این نامه‌ها هرگز رونمایی نمی‌شد. اگر این نامه‌ها بتوانند به جوانانمان بگویند که می‌توان زندگی مشترکی را که با عشق آغاز شده، برخلاف نظر برخی که معتقدند عشق با ازدواج رنگ می‌بازد، با عشق ادامه داد و با عشق به پایان برد. آنگونه که شاملوی عزیز و آیدای گرامی بودند و بانو آیدا همچنان هست، می‌توان نتیجه گرفت انتشار آنها کار درستی بوده است. شاملو این دلبستگی را در راستای اندیشه‌های متعالی که در سر دارد می‌داند، آنچنان که خود در یکی از این نامه‌ها می‌گوید: تو طلوع کردی و عشق باز آمد، شعر شکوفه کرد و کبوتر شادی بال زنان بازگشت، تنهایی و خستگی بر خاک ریخت، من با توام و آینه‌های خالی از تصویرهای مهر و امید سرشار می‌شوند. از خانم آیدا شنیدم که چند نامه هم آقای شاملو برای ایشان نوشته و به کسانی سپرده بود تا به مقصد برسانند که نرسید. تقاضایم این است که چنانچه نامه یا نامه‌هایی از این دست نزد دوستان وجود دارد، محبت کرده به ما برسانند تا شاید بتوان برای چاپ‌های بعدی این مجموعه از آن نامه‌ها بهره برد. حسن کیانیان، ناشر کتاب مثل خون در رگ‌های من. اما یکی از نامه‌ها که کتاب با این نامه شروع شده، با این عنوان شروعش می‌کنیم:
آیدای عزیز من، هرچه بیشتر میبینمت احتیاجم به دیدنت بیشتر میشود. دیروز چند لحظه کوتاه بیشتر ندیدمت. تمام سر شب تنها و بی هدف در خیابانهای تاریک و خلوت این اطراف راه رفتم و به تو فکر کردم. شاید اگر بیرون نمی رفتم می توانستم دفعات بیشتری ببینمت، ولی چون بهت گفتم که بروی بخوابی و قبول نکردی، ناچار رنج ندیدن تو را به خودم هموار کردم و از خانه بیرون رفتم که بروی استراحت کنی. فکر نمی کنی اگر مریض بشوی و بیفتی با این وضعی که داریم چه خواهد شد؟ در هر حال ساعات درازی در خیابانهای خلوت راه رفتم و همانطور که گفتم به تو فکر کردم، به شخصیت و خانمی و برازندگی تو، به مهربانیت و به لبخندهایت فکر کردم، به حرفهایی که از تو شنیدم و اگرچه خیلی زیاد نبوده مرا اینطور خوشبخت کردند. فکر کردم، به تو گفتم زیاد، خیلی خیلی زیاد دوستت دارم. جواب دادی هرچه این حرف را تکرار کنی باز هم میخواهم بشنوم. این گفتگوی کوتاه را مدام مثل برگردان یک شعر، مثل تم یک قطعه موسیقی هر لحظه توی ذهن خودم تکرار کردم. جواب تو را بارها با لهجه شیرین خودت در ذهنم مرور کردم، اما هرگز تصور نکن که حتی یک لحظه توانسته باشم خودم را با تکرار و با مرور این حرف تسکین بدهم. نه، من فقط موقعی آرام و آسوده هستم و تنها موقعی به تو فکر نمی کنم که تو با من باشی. همین و بس. وقتی تو نیستی مثل بچه کوچولویی که دور از مادرش بهانه میگیرد و باید دلش را با بازیچه‌ای خوش کرد و فریبش داد، ناچارم که خود را با یاد لحظاتی که با تو بودم، با خاطره حرفهایت، خنده‌هایت، اخم‌هایت، آن خدایا گفتنهایت که من چقدر دوست دارم و از شنیدن آن چه اندازه لذت میبرم دلخوش و سرگرم کنم. اگر خوابم نبرد این شب به قدری سالی طولانی خواهد شد. حالا به انتظار فردا که تو را خواهم دید سعی میکنم زودتر بخوابم. چون خوابم نمی برد و احساس این که تو آنقدر نزدیک منی و من اینقدر از تو دورم مستعصلم کرده بود، همه خاطراتی را که از تو و حرفها و مهربانیها و نگاهها و لبخندهایم دارم با خود مرور کردم. این گفتگو همینطور مدام در ذهن خسته‌ام تکرار می شود و تکرار می شود و تکرار می شود. آیدا جان، هر جور که دلت بخواهد. از دلم حرف نزن که اون وقت خیلی چیزا میخواد. خب باشه آیدا جانم، باید به حرفش گوش بدی. تو چی؟ تو به حرفش گوش میدی؟ او چه جورم، هر چی بگه گوش میدم. بالاخره برای اینکه یک جوری خودم را برای خواب آماده کنم تصمیم گرفتم با تو حرف بزنم. اینجوری روی کاغذ و از قضا اینجوری بهتر است. مگر نگفتی هرچه بهت بگویم که دوستت دارم باز هم میخواهی که بگویم؟ پس اینجوری بهتر است. این حرفها را میخوانی و باز هم میخوانی و اگر دلت خواست باز هم میخوانی. حرفهای من با تو تمامی ندارد. منتها چیزی به یادم آمد که ناچارم میکند اینها را همینجا درس بگیرم و دیگر بیش از این ادامه ندهم. میدانی چیز؟ یادم آمد آن جمله‌ای را که دوست داری من همیشه برایت تکرار کنم. تو حتی یک بار هم به من نگفته ای. طلب من. نزدیکی های ساعت 3 صبح 7 خرداد 41. امیدوارم که از این یکی خوشتون اومده باشه. میریم سراغ نامه بعدی. آیدای من، سرنوشت حکم دیگری کرد و من و تو را بر سر راه یکدیگر قرار داد. یک بار دیگر و به طور قطع برای آخرین بار عشق به سراغ من آمد و این بار با چنان شور و حرارتی آمد که مرا ناچار کرد اعتراف کنم که پیش از این طعم عشق را نچشیده بودم. اما با این عشق در کمال وحشت
می‌بینم که رنج‌های ناشناخته‌ای اندک اندک بر روح و قلبم چنگ می‌اندازد. آیدا، بگذار بی مقدمه این راز را با تو در میان بگذارم که من در عشق بیش از هر چیز دیگر، بیش از لذت‌ها، آتش و شور و حرارت آن را می‌خواهم. بیش از هر چیز شوق و شورش را می‌پسندم و بیش از هر چیز بی‌تابی‌ها و بیقراری‌هایش را طالبم. سکوت تو شعر را در روح من می‌خشکاند. شعر زندگی من است. حرف‌های تو مایه‌های اصلی این زندگی است و مایه‌های اصلی این زندگی میباید باشد. اگر به تو بگویم که آیدا، این همه اصرار که به تو میکنم تا به حرف بیایی، در واقع تنها برای حرف زدن تو نیست، برای آن است که زندگی مرا به من برگردانی. مردی که با این همه شور و حرارت به تو عشق می‌ورزد محتاج حرفهای توست. اگر تو بخواهی همچنان به این سکوت ادامه دهی، نمیگویم تو را خواهم گذاشت و به دنبال کار خود خواهم رفت. نه، زیرا که جز کنار تو جایی ندارم، بلکه میخواهم بگویم که اگر این سکوت ادامه یابد، به زودی تنها جسد سرد و مرده ای را در آغوش خواهی گرفت که از زندگی تنها نشانه‌اش همان است که نفسی می‌کشد. می‌خواهم بگویم که سکوت تو پایان غم‌انگیز زندگی من است. حرف بزن آیدا، حرف بزن. من محتاج شنیدن حرف‌های تو هستم. با من از عشقت، از قلبت، از آرزوهایت حرف بزن. اگر مرا دوست می‌داری، من نیازمند آنم که با زبان تو آن را بشنوم. هر روز، هر ساعت، هر دقیقه و هر لحظه می‌خواهم که زبان تو، دهان تو و صدای تو آن را با من مکرر کند. افسوس که سکوت تو مرا نیز اندک اندک از گفتن باز می‌دارد. درخت با بهار و ماهی با آب زنده است و من با حرف‌های تو. من با طوفان زنده‌ام، طوفانی از نوازش‌ها و جمله‌ها. من عشق و امید و زندگیم را در طوفان‌های پرصدا و پرفریاد باز می‌یابم. این سکوت وحشت‌انگیز کافی است آن را بشکن. آیدای من، تو را به خدا عشقت را فریاد کن تا باور کنم، پیش از آن که من از وحشت این سکوت دیوانه شوم. عشقت را فریاد کن. با من سخن بگو. حرف بزن. حرف بزن. حرف بزن. شور و حرارت بده تا من از یأسی که مرا در بر گرفته آزاد شوم. حرف بزن بیش از آن که در کمال یأس و پریشانی به خود تلقین کنم که نه، عشق نیست و من تنها بازیچه‌ای بودم. حرف بزن. این تنها راه نجات من است. حرف بزن آیدا. تهران، خرداد 1341. اما میریم سراغ یکی از شعرهای زیبایی که آقای شاملو برای خانم آیدا خونده. برای آیدا، شبانه. نگاهت شکست ستمگری، آنک چشمانی که خمیرمایه مهر است، خورشیدی که از سپید دم همه ستارگان بی نیازم می کند. نگاهی که عریانی روح مرا از مهر جامه‌ای کرد، بدانسان که شب بیروزن هرگز کنونم چنان نماید که کنایتی طنزآلود بوده است. اینک مهر توست، نبردافزاری، تا با تقدیر خویش پنجه در پنجه کنم. آفتاب را در فراسوهای افق پنداشته بودم. به جز عزیمت نابهنگامم گریزی نبود، چنین انگاشته بودم. آیدا فسخ عزیمت جاودانه بود. یک بامداد شهریور ماه 1341. و خوشا به حال آیدا که فسخ عزیمت جاودانه یک انسان وارسته بزرگوار به نام شاملو باشه. اما نامه بعدی، آیدا
تپش‌های قلبم، خدای کوچولو، امید بزرگ، همه چیز من، شادی و خوشبختی من. حالا دیگر زندگی من چیزی جز تو نیست. حالا دیگر این نفسی که میکشم چیزی جز تو نیست. حالا دیگر شعر من، فکر من، تصور من چیزی جز تو نیست. مثل بچه‌ها دوستت می‌دارم، درست همانطور که بچه‌ها مادرشان را دوست دارند. زیبایی تو اگرچه مرا به آتش می‌کشد، می‌سوزاند و خاکستر می‌کند، دیگر علت و انگیزه دوستی و عشق من نیست. به هر صورتی که درآیی تو را دوست می‌دارم، فقط به شرط آنکه آیدای من باشی. فقط به شرط آنکه بدانی چرا تو را مثل بچه‌ها دوست می‌دارم. دیگر هیچ چیز من چیزی جز تو نیست. دیگر فقط برای خاطر تو زنده ام. یعنی بهتر بگویم فقط به این دلخوشی بزرگ زنده هستم که دستهای تو دستهای مرا نوازش می‌کنند، لب‌های تو مرا می‌بوسند و می‌دانم که در قلبت، در اتاق کوچولوی دخترانه‌ات مرا در بهترین جاها، در بالاترین جاها می‌نشانی. کاش می‌توانستم به آنجا بیایم. کاش می‌گذاشتن به اتاق تو بیایم و ببینم که چطور ذهن تو مرا بارها روی سقف و در و دیوار آن نقاشی کرده است تا به خود ببالم و به خداها بگویم قد بلندی کنین، قد بلندی کنین، شاید به نصف هیکل من برسین. آیدای کوچولوی من، زندگی من دیگر چیزی به جز تو نیست. خود من هم دیگر چیزی به جز خود تو نیستم. چهره‌ات تمام زندگی مرا در آینه واقعیت منعکس می‌کند و این واقعیت آنقدر عظیم است که به افسانه می‌ماند. تو را دوست دارم و این دوست داشتن حقیقتی است که مرا به زندگی دلبسته می‌کند. همه شادی‌هایم در یک لبخند تو خلاصه می‌شود و کافی است که تو قیافه ناشادی بگیری تا من همه شادی‌ها و خوشبختی‌های دنیا را در خطوط در هم فشرده آن چهره‌ای که خدا می‌داند چقدر دوستش می‌دارم گم کنم. شب پنجشنبه 29 شهریور 1341 و خوش به حال آیدا. اما نامه‌ای هم از خانم آیدا برای آقای شاملو براتون میخونم. احمد خوب خودم، ناراحتی‌های تو مخصوصاً در 1-2 ماه اخیر و به خصوص در 2 هفته پیش، سکوت تو و مدام فکر کردن و رفتن ناگهانی تو، مخصوصاً رفتار آن شب تو با من که سابقه نداشته، همه عواملی هستند که من از آن و عاقبت آن می‌ترسم. اگر می‌دانستی از این سکوت عجیب تو چقدر رنج می‌برم. حاضرم هر کاری بکنم فقط برای اینکه تو از این وضع وحشتناک بیرون آیی. مدت هاست خاموش هستی. مدام فکر می‌کنی، کمتر حرف می‌زنی. اینطور سکوت نکن احمد من. این اواخر گرفتاری‌هایت را به من نمیگویی. شاید فکر می‌کنی با گفتن آنها مرا ناراحت کنی، ولی از تو انتظار دارم همانطوری که خبرهای خوش را به من می‌دهی ناراحتی‌هایت را نیز برایم بگویی. آن وقت احساس این که مثل همیشه با من صمیمی و نزدیک هستی مرا خوشحال می‌کند. احمد من، رفتن تو خیلی برای من غیر منتظره بود، چون هیچ انتظار نداشتم برای مدت زیادی بدون خبر و ناگهانی بگذاری بروی. خیلی مشکل است. نمیخواهم زندگی را به این صورت نمیخواهم. قرار بود هیچ وقت به هیچ علت مرا تنها نگذاری، به من قول داده ای. وقتی علت و انگیزه‌ای برای زندگی کردن نباشد، برای چه زنده ماند؟ احمد،
بی اندازه خودم را تنها حس می کنم. اما وقتی تو هستی خوشحالم از اینکه همه امیدها و آرزوهایم را در حرفهای تو در وجود تو می بینم و آن وقت احتیاج به هیچ چیز و هیچ کس ندارم، فقط خودت. حرفهایت که مرا امیدوار می کند و روح بزرگت کافی است که مرا از این حالت بیرون آورد. با تمام وجودم، با تمام روحم تو را دوست دارم. به حرفهای تو اعتماد دارم. به خوبی و انسانیت تو احترام می‌گذارم. خوشبختی من روزی است که ببینم توانستم تو را خوشبخت کنم. کاش بتوانم. تو شایسته خیلی بیشتر از اینها هستی، احمد من. تا آنجایی که بتوانم می‌کوشم. شاید بتوانم در محیط کوچک و گرمی که خانه‌مان را تشکیل خواهد داد و هیچ چیز قادر نخواهد بود آرامش آن را برهم زند، برای تو دوستی مهربان و غمخوار باشم و هرچه بیشتر در موفقیت‌های جدید تو در کارهایت کمکت کنم. تو نمی‌دانی چقدر مشتاق هستم هر روز یکی از شعرهای جدید و از نوشته‌های جدید خودت را برایم بخوانی. احمد، این آرزوی من است. کاش بتوانیم هر چه زودتر شروع کنیم. تو احتیاج به یک استراحت طولانی داری. روح تو خسته شده، مخصوصاً در این 1 سالی که من شاهد آن بودم. محیط آرام و بی سر و صدایی باید به وجود آوری که در آن با آرامش خاطر به کارهایت بپردازی. آخرین شبی که تو را دیدم، وقتی از من جدا شدی گفتی که میروم پیش دکتر. شاید بتوانم چند روزی بخوابم و استراحت کنم. مخصوصاً که گفتی چند شب متوالی نخوابیده بودی. ولی چند روز بعد شنیدم که رفته ای. احمد من، چرا دنبال کاری را نگرفته رها می‌کنی؟ کاش چند روزی که آنجا هستی بتوانی کمی با خیال راحت استراحت کنی. چند روزی من مریض خوابیده بودم. حالا حالم خوب است. دیروز از کلاس برمیگشتم که دیدم کتاب خزه منتشر شده. خیلی خوشحال شدم. شاید تو زودتر از من دیده باشی. احمد من، سعی کن هر چه زودتر برگردی. دیگر طاقت ندارم. هیچ نمیدانم برای چه رفته ای و چه روزی باید برگردی. من حتی فریدون را نتوانستم ببینم که از او بپرسم. آدرس تو را و خبر رفتن تو را به آنوش داده بود. منتظر نامه‌های تو هستم. برای فریدون بنویس که نامه‌های تو را بیاورد در مدرسه و به من دهد. هرچه زودتر برایم بنویس. آیدای تو 4 دی 1341. میریم یه نامه دیگر رو از آقای شاملو بخونیم. آیدای خوشگلم، آنقدر خوشگل که خودم را از تماشای هر چیز زیبایی بی نیاز میبینم. ساعت نمیدانم چیست. هوا روشن شده. تمام شب را به انتظار اینکه خوابم بیاید کتاب خواندم و حالا میبینم هوا روشن شده، دارد صبح میشود. شبی عالی را گذراندم. عصرش تو را دیدم که بسیار شاد و سرحال بودی. با من هم مهربانتر از همیشه. شبش را با هم همکاری کردیم. درست مثل زن و شوهری که در کارهای خودشان به هم کمک میکنن. توی استودیو را میگویم که تو برای من ترجمه کردی و من نوشتم. بعد وقتی که از استودیو در آمدیم آن جمله را گفتی که مرا غرق در احساس لطیفی از خوشبختی کرد. همان که گفتی دلم میخواست الان داشتیم به خانه خودمان میرفتیم. و بعدش پس از آن که تو را به خانه تان رساندم و به استودیو برگشتم در انتظار اینکه دیگران بیایند و به ما بپیوندند، من و ساموئل ساعتها راجع به تو صحبت کردیم. آره، شب بسیار عالی و قشنگی گذراندم. تو همزاد من هستی. من سایه‌ای هستم که بر اثر وجود تو بر زمین افتادم، زیر پاهایت، و اگر تو نباشی من نیستم.
تو را دوست 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 می دارم. اخمت را هنگامی که اخم می کنی، خندت را هنگامی که می خندی، حتی اشکت را هنگامی که گریه می کنی دوست می دارم. اگرچه خنده‌ات که دوستش می دارم زنده ام می کند و اشکت که دوستش می دارم می کشدم. تو خون منی، تپش قلب منی. تو را دوست می دارم و روزهای نازنین عمر من می گذرد بدون اینکه با تو باشم، بدون اینکه بتوانم شادمانی و سعادتی عظیم و بهشتی را که از بودن با تو برای من حاصل خواهد شد با خودت تقسیم کنم. احمد، تهران، 27 مهر ماه و 28 مهر ماه، ساعت اندکی از صبح. آیدا، همزاد من، ساعتهای دراز است که بر این صفحه کاغذ خم شدم تا برای تو به مناسبت بزرگترین روز زندگیم، روز تولد تو، چیزی بنویسم. چهره تو در برابر چشمهای من است. صدایت در گوشهایم میپیچد و کشش فکرها مرا از نوشتن باز می‌دارد. به چه چیز فکر می‌کنم؟ شاید به تو. قدر مسلم این است که به هر چه فکر کنم از تو خالی نیست. از این گذشته این روزها تنها موضوع فکر من زندگی کردن است. می‌خواهم زندگی کنم به تمام معنا. می‌خواهم با تمام وجودم زندگی کنم. زندگی را بچشم، لمس کنم، در آغوش بگیرم و طبیعی است که فکر کردن به زندگی معنی دیگرش فکر کردن به تو است. 2 سال سیاه و سرد و پرمشقت را پشت سر نهادیم. در آستانه 3مین سال عشقمان را با امیدهای رنگارنگ مثل کاج نوئل ثروتمندترین خانواده‌ها تعظیم می‌کنیم. خبرهای بسیار خوبی هست. خبرهایی که مرا گرم می‌کند و امید می‌دهد. هر لبخند تو، هر بوسه تو به من آن قدرت را عنایت می‌کند که کوهی را بر سر کوهی بگذارم. کافی است که زیر بازوی مرا بگیری و از من بخواهی به تو ثابت خواهم کرد که عشق تواناترین خدایان است. شور زندگی در من بیداد می‌کند. امروز بیش از هر وقت دیگر زنده ام و نفسی که خون مرا تازه می‌کند تویی. همسر من، یار وفادار من، تو آیدای من خواهی بود. نام من از تو جدایی نخواهد گرفت و در سایه محبت تو محبت همه مردم را از آن سوی مرزها به جانب من خواهد آورد. من و تو، ما با هم به آینده‌ای پر آفتاب لبخند خواهیم زد و هرگز هیچ چیز نخواهد توانست لبان تو را از تبسم باز دارد، زیرا که تو خود بیش از هر کس دیگری می‌دانی که تنها یک چیز مرا مایوس و ناامید می‌کند. تنها یک چیز شادی را از دل و روح من می‌تاراند و آن دیدن لبان توست که لبخندی در آن نباشد یا چشمانت که شیطنتی در آن جرقه نزند. آیدای من، زندگی را می‌طلبم. زندگی، شور زندگی در من فریاد می‌کشد. دستت را به من بده ای تصور شادمانه همه امیدها. فردا از آن ماست، چرا که نباشد. این شایستگی را روح ما به ما می‌دهد، روح ما و معرفت ما. من با یاری دستان تو همه سپید دمها را فتح خواهم کرد، زیرا که به عشق ایمان دارم. 30 آبان 1342. و در پایان خلاصه این کتاب قطعه زیبا رو به نام هجرانی از آقای شاملو برای خانم آیدا میخونم. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت، آزمون تلخ زنده بگوری. چه بیتابانه تو را طلب میکنم بر پشت سمندی گویی نوزین که قرارش نیست و فاصله تجربه بیهوده است. بوی پیراهنت اینجا و اکنون. کوه‌ها در فاصله سردند. دست در کوچه و بستر حضور مأنوس دست تو را می جوید و به راه اندیشیدن یأس را رج می زند بی نجوای انگشتانت فقط و جهان از هر سلامی خالی است.
فروردین 1354. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و برای خلاصه کتابی دیگر در وایسی دیگر مراقب خودتون باشید. خدا نگهدارتون.